چون سوزه پسام تو خوبه این لباسای ملی یا که عروسیان یا که همه خیلی برای پوشیدن عروسیان هم هستن برای پوشیدن هم هستن یا شر نیست عروسامشون هم خیلی برای بعضی بیشان میپوشن فهمم برای ما هسته یکون چی که ما پوشم جلک داریم خوب بیاری جلک پوشیم اپای ما از کانال اینترنتی کانال سامبوی جیه که تلفن هستیم و اومدیم که برای مردم پیشکش کنیم که در این قلعه خیلی لباسای زیبای ملی تاجیکی فروخته میشود توکیه مونم اگر خواهیم میان بانچان آه هم چی هنری داریم که بیایم هم بکنم پوشم با مردم پیشکش کنم که این رسمی وای مونسته از ملت قرغز است وقتی که ما تاجیکستان اومدیم البته باید چی پوشیم توکی و جلک البته توکی و جلک رو ما باید در بر کنیم چون که مردم ما مردم هنرمند هستند دستای نازک دارن خیلی این چیزا رو دوختنش آسان نیست برای یک تا این دوختن یک روز نیو دو روز نیو سه روز لازم میآید که این خیلی زیبا و خوشرو دوزانده شده این جلک چی خیلی میبندیم این همه نو ته کردم دارم تو نکن همون خفاش البته خیلی سال شد که ما از تاجیکستان دور هستیم از این لباسهای ملی دور هستیم از همین سبب ما نمیدونیم که چطور جلک رو بندیم من همی خیلی لبش را کمتر قد میکنیم پشتش من همی خیلی میبیرم من همی پشتش در پشتام بیاریم من همی خیلی من این همی بپوشم این همی بپوشم اکا جان سیام کرد از این طرف بست این همی که من بپوشم اکا گیر میشم یا که زیبی مردمی تاجیکی ما میانبند تاقی جلک فهمیدی؟ این ملی تاجیکی خدمت بهترین است مردمی تاجیکی ما در شهر قرغیزستان که رویم البته ما این شبکه را میدازیم که در اونجا رسم و آیین آنها با چنین رای است از ما باشد تاجیکای ما با این رسم چنین تاجیکستان چند پول دارید؟ اینش چی؟ باش 250 سوم اینش چی؟ 50 سوم چند سوم شکم این؟ 300 سوم 345 645 او کپول این عبد است و به نهایت زیبا شروع برای دختران هم هستن من میتونین اومده از این مغازین خریداری کنم زیاد بسیار هم زیبا شروع رحمت برای مهنتون شهم کردن که از ما رو چی؟ اینطوری نمیگیرید؟ میگیرم چی با نمیگیرم؟ چی بانه؟ چی میگیریم؟ من نداشت میگیرم این مگه ویدیو گلابده؟ صدا پلاسیکی بود برای چی اومده این تو؟ استراحت کردم برای استراحت هم از پرسم شما برای چی اومده؟ سلام علیکم تو معرفی میکرده؟ ما در اینجا استراحت کردن آمده در سیمفمون کردیم در شهر ترسونزاده شما از شهر ترسونزاده اومده ممکنه همتون همونجا بینم کنید چقدر آدم اومده بسیار هستیم ما بسیاریم چقدر بسیار هستین شما 22 کس اومده شما یکم بار به این قلعه اومده هستین یا که دویم بار اومده هستین تشکر زیاد به نهایت من خرسندم که از تمام منطقه شما میایین در اینجا تماشا میکنین سلامت باشین خوش آمدید